دنیا آماده باید باشد، چون که مرگ از جانب الله ذوالجلال یک چیزی هست که همیشه در چی است؟ در نزد انسان است، همیشه در نزد انسان است. برای همین دنیا کرایه ندارد که شما برای دنیای ابدی، دنیایی که شما جاویدان هستید در اونجا، دنیایی که شما نه پیر میشوید، دنیایی که شما نه عذاب و نه مشقت، برای اون دنیای جاویدان، حیات بهترین از قفای این دنیای فانی پر از غم و غوسه، عذاب و مشقت، از دنیای از قفای این دنیایی که در نزد الله مثل یک تف پشه قدر ندارد، از این دنیا شده از طاعت عبادت خداوند دور شوید. همیشه و همیشه در طاعت عبادت الله باشید، همیشه به یاد الله باشید، چون که در آن گوری تنگ و تاریک بجز خود شما و عملهای شما کسی به قطع شما نمیدراید. هر ذره که کردید به خودتون میکنید و هر بدی که میکنید برای خودتون میکنید. و همیشه طاعت عبادت خداوند به یاد الله باشه. این جوانی 24 ساله 25 ساله، آیا کدام از شما گمان میکرد که امروز یا فردا از دنیا میگذره؟ نه. مرگ، این مرگ نوجوان شاهدی به آن میدهد که در دنیا پیر هستی، جوان هستی، دارنده هستی یا کمبغل هستی، در پیش مرگ تو هیچ نیستی، فرق ندارد. پیغمبرم باشی میگذری، آدم عادی هم باشی میگذری، بایم باشی. پس ملاقات خود را با الله ذوالجلال قوی کنی، خوب کنی. ملاقات شما چی است با الله ذوالجلال؟ طاعت عبادت خداوند. و اقیم الصلاه و اقیم الصلاه، نماز نماز نماز. اگر خواهی که با خداوند صحبت کنید نماز خونید، خواهی که خداوند با شما صحبت کنه قرآن خونید. سبحان الله. جوان است، کدام شما این اکاهاش، این تقایاش، کدام شما آماده ای که قطیش بره در قبر بدروی؟ میدروی؟ نه. هرچنگه که محبوب شما باشه، هرچنگه که عزیز شما باشه، شما اون رو کلام کردگی، مادری مهربانش هم باشه، اگر اون قبر با همراهش نمیدروید. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ذره عمل خوبی کردگی باشه، کاری خوب کردگی باشه، خودش جوابگو است. تمام عملهای او پوشیده شد. صدقه جاریه داشت یا شاگردهای داشت که تعلیم داد برای دین خداوند و برای دین خداوند فهم کردن، برای اون فقط اون میمونه. کنه پلوش، کنه دیپلماش، فرزنده که دیپلم کراسنی و کبوت یا دیگر گرفتگی است، کنه اونها در دنیا میمونش میره با سوی پروردگار. هر یک کسی ما آگاه باشد که امروز یا فردا این یکی از نشانه های قیامت است که مرگ برای انسانیت چی میشود؟ ناگهان میشود. یگان کسر نبود. از گفت شما از کار آمد سرشمون ویدارش کرده که دونا خیلی جانش برآمده است. برای همین برادران عزیز و قدر، والله بالله که این دنیا کرایه ندارد که ما از طاعت عبادت خداوند دور شویم. از طاعت عبادت خداوند هیچ محل دور نشوید. همیشه به یاد خدا باشید. اگر ما به یاد خدا باشیم، خداوند به یاد ماست. اگر که ما از یاد خداوند دور شیم، خداوند ما را از یادش میبراید و پناه میبریم به سوی خداوند از آن روز سختی که خداوند ما را زنده گرداند، بی دست و بی پا و بی چشم. این وعده الهی است، آیت خداوندی است که روز قیامت گروهی را خداوند چی میکند؟
زنده میکنه در روز قیامت که به چشم و به دست و به پا هستند. و ما فریاد میزنیم که پروردگار ما در دنیا داشتیم چشم و دست، چرا که در این دنیا چی نداریم؟ خداوند چی میگوید؟ شما که در دنیا من فراموش کرده، من امروز شما را فراموش کردم. وای به حال کسی که خداوند اون را فراموش کند. پس طاعت عبادت هایی که ما میکنیم برای ما خودمون در کار است. الله نیاز به طاعت عبادت ما ندارد. الله مهربان خالق تمام موجودات نیاز ندارد به یگان چیز. ما بنده های ضعیف نیاز به رحمت الله داریم، نیاز به مغفرت الله داریم، نیاز داریم که الله در زبان ما کلمه لا اله الا الله را در دم و نفس آخران گویا بگرداند. نیاز داریم که الله ما را در اون قبر تنگ و تاریک گویا بگرداند که جواب داده بتونیم که ما بنده الله هستیم. دین ما اسلام است، پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است. اگر که ما در دنیا زندگی نکنیم، نگیم همیشه که پروردگار ما الله است، دین ما اسلام است، زندگی نکنیم در اسلام و پیغمبر خود را که ندونیم و نشناسیم، ما چخیل در اون گور تنگ و تاریک این چیزا با یاد میاریم؟ نه کاغذی نویستگی و نه کتاب و دیگر فایده ندارد. عمل عمل و عمل. هر چیزی که میکنه انسان با فایده خودش یا با ضرر خودش میکنه. انتظار نشوید فکرای خوما گیرید که 50-60 متر با طاعت عبادت خداوند میکنم. حالا کار کنم خونه بخرم، حالا کار کنم ماشین بخرم، کار کنم زن بگیرم، بعد طاعت عبادت خداوند. نه، باز تکرار میکنم، از همه عزیزترین برای شما بعد از الله و رسول این پدر و مادر است. پدر و مادر 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز میگیره، 1 سال 2 سال 1 عمرم اگر که بگیره، چی فایده است برای تو اگر که از طاعت عبادت خداوند دور باشی؟ چی جواب میگوییم در اون قبر؟ حیات تمام میشود. وقتی که ما از دنیا گذشتیم، چیکاری که کردی نکردی دروازه پوشیده میشود و با اون عمل های کردگی چی؟ یک تا جواب میتیم. خیر باشد اگر حیات جاویدانی، حیات بیغم و غوسه، حیاتی که نه خنک است اونجا در جنت، نه گرم است، نه پیری است، نه طاعت عبادت خداوند است. برای همین برادران عزیز هیچ محل فراموش نکنید. چگونه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگی بود چی؟ مرگ رو، زندگی رو پیش از مرگ به قدرش برسه. زندگی را پیش از آمدن مرگ به قدرش برسه. امروز که زنده هسته نگذارش که شیطان شما را فهم کنه که طاعت عبادت خداوند بعد بجز طاعت عبادت خداوند عزوجل از این دنیا مقتیمون چیزی نمیبریم برادرها. والله که چیزی نمیبریم. طاعت عبادت خداوند خوشبختی است. طاعت عبادت خداوند آزادی در دنیا و در آخرت است. سربلندی در روز قیامت، در روز محشر است. شما که ملاقات رو با الله ذوالجلال خوب کنید، شما که همیشه به یاد الله باشید، الله ذوالجلال در قبر تنگ و تاریک قبر نورانی میگردونه، زبان گویا میگردونه و روز محشر در تی عرش خداوند هستی و از اون ماستی که میگذارین، پل صراط میگیم، از اون گذشتنش آسون میگردونه، چون که همیشه بر یاد الله هستی. دنیا 50-60 سال است، 70 سال است، فن نخری. 50-60 سال 70 سال نخوا که برای 50-60-70 سال از طاعت عبادت خداوند اینقدر
غافل باشیم و دور باشیم دنیای ابدی را از دست دهیم دست به زنا و به حرام و به دیگر بزنیم لا حول ولا قوة الا بالله برای آدم عاقل مرگ این جوان چی است؟ خودش از آگاهی است نشونه است که انسان آگاه باش آماده باش که مرگ می آید برای آدم عاقل پند و نصیحت در کار نیست دیگر پولم میمونی مالم میمونی همه را میمونی میره دوام کشان میبرند نمیپرسند که تو حال جوان هستی میره یا نه مرگ هر روزه 3 مرتبه نگاهت میکنه که وقتش آمده است یا نه تو آماده نیستی غافل هستی فراموش کردگی ماندگی که به طاعت عبادت خداوند میکنم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك خداوند عز و جل این برادر ما رو رحمت و مغفرت بگرداند زبانش گویا بگرداند قبرش پر نور بگرداند قبرش باغی از باغهای جنت بگرداند خداوند عز و جل این مرگ این نوجوان را برای ما همچون پند و نصیحت بگرداند برای دین الصراط المستقیم ما را هدایت بفرماید از رحمت خودش این نوجوان را این مهمانش را از رحمت خود به نصیب نگرداند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا ووفانا اللهم من أحييته منا فأحيا علمه ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام اللهم اغفره اللهم ارحمه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم انصرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. خدا رحمتش.